بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمامی داوطلبان عزیز کنکور. دکتر سید هادی سرکشیک زاده هستم، مدرس درس دین و زندگی و میخوایم درس 5 پیش دانشگاهی یا سال 4 رو با هم بخونیم و بررسی کنیم. امیدوارم که بتونید این درس ها رو با این برنامه ها پیگیری کنید و خوب یاد بگیرید، چون 30% سوالات کنکور از کتاب سال 4 طرح خواهد شد. اما درس 5 درس بسیار مهمیه. توی دو بعد این درس مانور میده، یک اختیار، دو قضا و قدر، که معمولا به خاطر اون تم ذهنی اشتباهی که ما توی فرهنگ عامیانه یا فولکلورمون داریم، بچه‌ها نمیتونن این تستا رو خوب جواب بدن، همچنین برعکس جواب میدن. ما چیزی از دستمون بیفته میگیم خدا خواست. اینا اشتباهاتیه که تو ذهن بچه‌ها هست و اون تم ذهنی باعث اشتباه جواب دادن سوالا میشه. دقت کنید، با هم میخونیم، امیدوارم که یاد بگیرید و دیگه مشکلی برای حل تستاش نداشته باشید. اختیار یک حقیقت وجدانی، حتی میتونیم بگیم یک ویژگی ذاتی. هر کس آن را در خود در میابد، حتی کسانی که در سخن اختیار رو انکار میکنن در عمل دارن از اختیار بهره میبرن. پس اگر سوال اومد انکار زبانی چه چیزی پذیرفتن ناچارن آن در عمل را به دنبال خواهد داشت، میگیم اختیار. اگر زبانن انکار کنیم ناچارن در عمل داریم ازش بهره میبریم. اما چه نشانه هایی از اختیار در وجود انسان ها هست؟ تفکر و تصمیم، این که فردا این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای صنم. پشیمانی و خرسندی پس از کاری که ما خوشحال میشیم پس از انجام یک کار، یا ناراحت میشیم نشان از اینه که میتونستیم اون کار رو انجام بدیم یا ندیم. و مسئولیت پذیری. من این تیتر رو کامل کنم، این تیتر نقص داره یه مقدار، به خاطر اینکه توی ابیاتش که زیر مجموعش آورده یه نکته دیگه هم هست کنار مسئولیت پذیری. این تیتر رو یادتون باشه، مسئولیت پذیری و نظام پاداش و جزاست. ما این تیتر کتاب آوردیم، اما خیلی از سوالات کنکور که طرح میشه متنی داره که اصلا تو کتاب درسی نوشته نشده متاسفانه. برای همین اینو یادتون باشه، مسئولیت پذیری و نظام پاداش و جزاست. میگه هیچ گویی سنگ را فردا بیاور نیایی، من دهم بد را سزا. میبینید از اون من دهم بد را سزا یعنی سزای بدی برات در نظر گرفتم، مشخص میشه که نظام پاداش و جزا از نشانه های اختیار در انسانه. اما تقدیر، قضا. اول بدونید انا کل شیء خلقناه بقدر، یعنی هر حکم خدا، هر قضای الهی بر پایه تقدیره. تقدیر یعنی چی؟ یعنی ویژگی ها، اندازه، حدود، موقعیت مکانی زمانی که خدا به ما داده. مخلوقات مقدر به تقدیر الهی هستند. میگیم تقدیر به معنای اندازه گرفتنه، پس ببینید مصدری ترجمه کنید. اما بگن قدر و قدر به معنی اندازه. مخلوقات همونطور که گفتیم مقدر به تقدیر الهی هستند. یعنی چی؟ خدا اندازه، حدود، ویژگی و موقعیت مکانی زمانی موجودات رو تعیین میکنه و تقدیر از علم و حکمت خدا سرچشمه میگیره. بسیار بسیار مهم. اما قضا به معنی به انجام رساندن، پایان دادن، حکم کردن و واقعیت بخشیدن. ایجاد موجودات با حکم و فرمان و اراده الهی مربوط به قضاست. یه نکته دقت کنید، من یه راه فرار بهتون یاد بدم. ببینید ما 4 تا ویژگی گفتیم توی تقدیر. خدا اندازه، حدود، ویژگی و موقعیت مکانی زمانی موجودات رو تعیین میکنه. هر وقت مثالی دادن جزو این 4 کلمه بود بزنید تقدیر، نبود جواب بدید قضا. امیدوارم که بتونید با این روش کمکی که خیلی سریع هم گفتیم اون رو سوالاتو به خوبی جواب بدید. پیروز و سربلند باشید. به امید موفقیتتون در کنکور سراسری و رشته و شهری که دوست دارید.